بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. سلسله درسایی را که اینجا میخوایم شروع بکنیم، این درس‌ها درباره اسماء الله الحسنا هست، نام‌های الله سبحانه و تعالی هست. و در سلسله اسماء الله الحسنا اولی سوال میشه که ما چرا این درس‌ها را میخوانیم، چرا مشخصاً اسماء الله الحسنا را میخوانیم و هدف از خواندن درس از اینا چی هست و این درس ها را که ما میخوانیم ما از این چی مقصد داریم و بالاخره ما را به کجا میرسانه و این اسما را چرا اسماء الله الحسنا میگن و این در زندگی یک انسان مسلمان چی نقش داره. یعنی مجموعه از سوالات مطرح میشه و سرزمین انشاءالله تعالی بحث میکنیم. اول مسئله ای است که خود اسماء الله الحسنا را وقتی که ما و شما میخوانیم باید این از نگاه لغوی و اصطلاحی بفهمیم که اسماء الله الحسنا چی معنا میده. طبعا اسما را کل ما و شما میفهمیم که به معنای نام ها هست و علما میگن که این نام‌های الله سبحانه و تعالی هست که در قرآن و سنت این ثابت شده است. نام‌های الله سبحانه و تعالی است. فضیلت و مقام این اسماء الله الحسنا چی هست، چی فضیلت داره که ما باید را بخوانیم. اول فضیلت اتنایی است که هر علم فضیلتش به اساس موضوع از می باشه. مثلا وقتی که یک انجینیر است علمش در جامعه ارزش داره به خاطر چی که او ساختمان ها را میسازه، انجینیر برق است، بر ما برق میسازه. پس هر علم به اساس موضوعش ارزش خود داره. دکتر طب چرا ما ارزش میتیم؟ به خاطر ازی که این دکتر طب مثلا وقتی ما مریض میشیم ما را از اموت یک آسیب یا اموت یک مصیبت خلاص میکنه. حالا که میایم سر ازی که اسماء الله الحسنا علم ازی ایره علما میگن که این بزرگترین و شریفترین علوم است. چرا؟ میگن به خاطر ازی این شریفترین علوم است که موضوع ازی ذات و صفات الله سبحانه و تعالی است. پس هر قدر موضوع دقیق در باشه، قوی تر باشه، به مو اندازه این علم ارزش خود پیدا میکنه. دوم فضیلت و منفعت اسماء الله الحسنا ای هست که وقتی این نام ها را کس یاد بگیره برای محبت الله پیدا میشه. شما هر کسی را خوبتر بشناسین به مو اندازه بر زو زیاد به امرایش محبت میکنین. هر قدر کمتر بشناسین کمتر برش محبت میکنین. پس وقتی که انسان نامهای الله را شناخت و مفهوم از اینا را شناخت و این در خون و رگ و عقل و فکر ازی جای گرفت باز یک محبت خاصی به الله می داشته باشه. والذین آمنوا اشد حبا لله، کسایی که مؤمن هستن اینا محبت بسیار قوی به الله می داشته باشن. چرا این محبت قوی رو می داشته باشن؟ به خاطر که خالق خدا میشناسن. یک صحابی مبارک که چند نفر ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه که رسول الله صلی الله علیه و یک کسی را در رأس یک گروه به یک جای فرستاد، سریه میگن، اقتداد میگن، روانشان کرد. میگه این شخص که در رأس از اینا قرار داشت، این میگه در نمازهای خود همیشه همی قل هو الله احد میخوان، قل هو الله احد میخوان، سوره اخلاص میخوان. میگه وقتی که مردم پس آمدن شکایت کردن، گفتن یا رسول الله صلی الله علیه و سلم اینمی نفر هر وقت که در نماز پیش میشد و نماز میخوان قل هو الله احد، قل هو الله احد میخوان. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه سلوهم، میگه شما از پیشش پرسان کنین لأی شیء یصنع ذلک. از این صحابی پرسان کرد چرا توی کار میکنی؟ میگه این صحابی مبارک گفت لانها صفت الرحمن، به خاطر که این صفت کی است؟ صفت الله است. یعنی سوره اخلاص که از قوی ترین و بزرگترین سوره است که به نام این ثلث القرآن میگن و سوره است که در این رد است به تمام افکار عصر جاهلیت. در عصر جاهلیت مثلا بعضی کسا تثلیث داشتن، میگفتن سه خدا است، خدای پدر، خدای پسر، روح القدس. بعضی ها در فارس قدیم ثنویت بود، دو خدایی بود،
خدای نور بود و خدای ظلمت عقیده داشتن. خدای نور یزدان میگفتن، خدای ظلمت اهریمن میگفتن. یک تعداد دیگه مثلا ملائکه را میگفتن دخترای الله هست. یک تعداد بت پرستا میگفتن که بت ها که سکرترای خداوند است، باز پیش از عریضه خدا پیش میکنیم، بازی عریضه ما را میبره به خداوند تقدیم میکنه. وقتی که کلگی پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جبریل امین فورا آمد و جواب از اینا را گفت که بگو برشان که قل هو الله احد. وقتی که وحدانیت احدیت الله بیان شد، تمام اندیشه های تثلیث و ثنویت و بچه خدا و یگپا کلش از بین رفت. الله الصمد این اندیشه دیگر رد کرد، اندیشه که اونا میگفتن که چی هستن؟ انسان خالق متعال مثل پادشاه هست، پیش پادشاه وقتی که میری باید اول پیش سکرترش بری، پیش الله هم وقتی که میری باید اول پیش سکرترش بری. این بت کسی سکرترش هست. الله الصمد، الله بی نیاز است، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و به این شکل این شخص گفت که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، من این سوره را به خاطر ازی میخوانم که در این صفت الرحمن، صفات الله هست، وحدانیت الله هست، بینیازی الله هست، عظمت الله هست، صمدیت الله هست. من از این خاطر این سوره را بسیار دوست دارم و میخوانم. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم بر از اینا خبر داد که اخبروه، بر از اینی جوان خبر بده که ان الله تعالی یحبه، الله تو را دوست داره. تو که الله را دوست داشتی، الله تو را دوست داره. تو صفات الله را دوست داری، تو عظمت الله را دوست داری، الله تو را دوست داره. حدیث متفق علیه، صحیح بخاری و صحیح مسلم هر دوشان این روایت کردن. سومیش است که وقتی که انسان نامهای الله را عمیق فهمید، در قلب انسان محبت، خوف و رجا حاصل میشه. یک عالم از بنام ابن علامه ابن قیم جوزی، این عالم چی میگه؟ میگه قلب انسان مسلمان مثل یک پرنده هست. این پرنده میگه چی قسم پرنده است؟ رأسه، سرش، المحبه. قلب انسان مسلمان مثل یک پرنده است که سر ازی محبت است، با الله بسیار محبت داره، قلبا محبت داره. و جناحه، دو بال ازی، یک بالش خوف است، یکیش رجا هست. پس این پرنده چطور میتونه چطور میتونه که خوب پرواز بکنه؟ به خاطر ازی که این قلب از انسان مؤمن مثل از این پرنده واره میتونه که به بالا پرواز بکنه، با محبت، با خوف و با رجا. در قلب انسان خوف میباشه، ترس میباشه از الله، از عدالت الهی، و امید میباشه به رحمت الله. و شیطان میخواه این سه چیز از بین ببرد انسان مسلمان. و یا بعضی اوقات در بین، ببین چرا گفت یک بالش خوف است یک بالش امید است؟ به خاطر از اینکه انسان مسلمان باید در بین از این متوسط میانه در حرکت باشه. بعضی اوقات شیطان چی میکنه؟ خوف زیاد میکنه. بسیاری کسا رو ببینید، دیروز هم کسی برام زنگ زد، خوفتو زیاد میکنه که این باید 50% باشه، 50% باشه که اما توازن چی شوه؟ نرمال پرواز شوه. احیانا این خوفت 100% میسازن و امی 50% که باید تو بر امید بیتی این را از بین میبره. پس انسان میترسه بسیار زیاد، میگه والا من یک گناه عادی کردم، من دیگه دوزخی هستم، من دیگه در دوزخ میرم، من دیگه هیچ نجات پیدا نمیکنم. بعضی جوانا رو شما دیده باشین، یک گناه از پیشش که شد، همین جوانای دیندار براتون میگم، یک گناه که کرد، یک دفعه شیطان برش میگه اوه تو این گناه را کردی، خلاص شدی دیگه، از رحمت الله خلاص هستی، تو را الله نمیبخشه. این میگه استاد کافر شدم. من برش میگم چرا؟ دوزخی شدم، چرا؟ من دیگه اینی گناه از پیش من شد، من دیگه الله نمیبخشه. من میگم بچه تو به اساس از این گناهت به دوزخ نمیری، به اساس از این میری که شیطان از قلب تو امید به رحمت الله را حذف کرده. تو به رحمت الله امید نداری، اینی ناامیدی از رحمت الله تو را به دوزخ میبره. تو آیات قرآن زیاد تکرار کن، برو بخوان که الله برای چی میگه. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بگوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای بنده های ما که اسراف کردن در قسمت نفس های خود، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله خود ناامید نسازید.
ان الله یغفر الذنوب جميعا. الله ذات است که تمام گناه ها را میبخشه. انه هو الغفور الرحیم. الله غفور الرحیم است. بعضی اوقات دیگه هست امید زیاد میسازه، رجا را. شیطان میگه، یک نفر میگه اوه بابا الله لک بخش است. بعضی کسا رو شما بینمازه رو شما دعوت کنین، نه شیطان در قلب ازی چی قسم جای گرفته؟ امی بخش امید ازی رو چی ساخته؟ بسیار بلند ساخته. باز برش میگه که هیچ گناهی سر تو تاثیر نمیکنه. او برادر دروازه جنت که باز شد، باز یک دفعه سل کنی که امی کلگی میدوان در جنت میرن. شما نا خود زحمت میدین. این حال ای گپ است که ای چی شده؟ امی درجه امید ازیر چی ساخته؟ 100% ساخته و خوف ازیر چی ساخته؟ با این ساخته. اول امی توازن چی ایجاد میکنه؟ منزلت اسماء الله الحسنی همین که وقتی الله را با نامش شناختی، باز امی خوف و رجا در قلب انسان ایجاد میشه. بعضی اوقات بعضی کساس وقتی خوف از قلبش رفته میگه من خلاص جنتی هستم، این دیگه کار نداره. تو زشت هستی، تو دوزخی هستی، تو مشرک هستی، تو کافر هستی، تو مرتد هستی، تو از این دین برآمدگی هستی، تو جاهل هستی، تو نمیفهمی، تو چطور هستی. پس این تمام روز شیشته دیگه را چی میکنه؟ نمرد آدم میره و هیچ وقت به طرف خود نظر نداره. چرا؟ خوف از قلب ازی چی کرده؟ شیطان دور کرده. در حالی که عمر رضی الله تعالی عنه میگه که اگر در روز قیامت صدا شوه که کل مردم در جنت بره مگر یک نفر در دوزخ بره، میگه من میترسم امی دوزخی من نباشم. و اگر باز صدا شوه که کل مردم در دوزخ بره یک نفر در بین شما جنتی هست، میگه من امیدوار هستم به بارگاه الله که همین جنتی کی باشه؟ نباشم. پس اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین چی زندگی میکردن؟ در بین خوف و رجا. و این خوف و رجا را چی برشان ایجاد کرده بود؟ امو معرفت حقیقی اسماء الله. میفهمید که الله الرحمن است، الرحیم است. لکن در پاریش باز میفهمید که الله که از انتقام هم میگیره، الله که از ظالما و جابرا را لغت مال میکنه، اونا را ذلیل میسازن. الله به اساس رحمت خود جنت خلق کرده، به اساس عدالت خود دوزخ هم خلق کرده. ترحم بر پلنگ تیزدندان، ستمگاری بود بر گوسفندان. البته کل باغوش پلنگ و شیر شیلابت بگوالت من به خاطر مهربان است. او پلنگ شیرم که خطا خورد میرسه کل گیره خورده میره و تکت تکم میره. پس باید امی هست که او دمو قفس بندی شود یا در جنگل بره دمو جای خود. از این خاطر اینمی توازن در بین قلب انسان که از عدالت الهی بترسی و به رحمت الله امیدوار باشی و در قلب تو تکبر نباشه. وقتی که فهمیدی که الله ذات کبریا هست، کبریا و جلال عظمت به او شایسته است، پس مخلوقی که تکبر میکنه ابا و استکبر و کان من الکافرین، ای کافر میشه. بس صحابه در قلب خود ذره ای از غرور جای نمیده. و ذره اگر تکبر در قلب انسان نباشه، امیاله وقتی ما بر شما درس میتم هر کدام فکر میکنم که امی یک روز ما تو پیش خود شیشتیم، شما یگان مرتبه وقتی که در خانه رفتین یک قلم و کاغذ بگیرین و گناه های خود اول دست یادداشت کنین پیش خود، با گناهی و باز بعد از او به اساس گناه های خود در مورد مردم قضاوت کنین. ما یک وقتی که گناه های خود پیش روی چشم خود ماندم، اشتباهات خود، غلطی های خود، نماز مسیح نخواندیم، روزه درست نگرفتیم، حج درست نکردیم، عبادات درست نکردیم، گناه های صغیره کردیم، گناه های کبیره کردیم، گناه ها سیاسی است، کوچه هم که ببرایم چشم ما غلط استعمال میشه، گوش ما غلط استعمال میشه. وقتی مجموعی از اینا را گرفتم، حالا که میایم هر کس با خود مقایسه میکنم، میبینیم که این نفر 1000 از مکه 1000 مرتبه بهتر است، او از مکه 2000 مرتبه خوبتر است، 10,000 مرتبه از مکه خوب است، او 20,000 مرتبه. پس هیچ وقت همگی از من بلندتر شد. من چی شدم؟ ضعیفتر، عاجزتر و نادانتر و ناتوانتر. و گفتیم یا رب تو رحمان هستی، تو رحیم هستی، تو غفور هستی، تو قدیر هستی.
تو ذاتی هستی که بر تو عظمت و جلال میشه و ما بیچاره هستیم، عاجز بیچاره هستیم. این چی هست؟ همین احساس در قلب انسان چی ایجاد میکنه؟ شناخت درسته اسماء الله الحسنی. ما بسیاری وقتا سر بسیار مسائل بحث میکنیم، لکن بحثی که سر نامهای الله باشه و صفات الله باشه، این قسمت بسیار، در حالی که حق ازی بسیار زیاد است. شما یک دفعه در چیزی دیگه از منفعت های ازی چی است که اسماء الله سبحانه و تعالی این نامهای خود دوست داره و برای بنده های خود برای ما و شما تبلیغ کرده. شما در قرآن ببینین از هر چیز دیگه کرده، در قرآن موضوعات زیاد ذکر شده، لکن از هر چیز دیگه الله اسماء خود زیاد و نامهای اسماء و صفات خود زیادتر ذکر کرده. آنچه که الله زیاد ذکر کرده او را زیاد دوست داره و میخواه که آثار ازی، آثار نامهای الله در بنده دیده شده، آثار قدرت خدا، آثار جمال خدا، آثار جلال خدا، آثار کبریای خدا در بنده خود مشاهده کنه و وقتی که این الله متعال ببینه، این بنده خدا باز دوست می داشته باشه. کدام بنده خدا؟ او بنده که الله آثار قدرت خدا در وجود از او چی کرده؟ در وجود از او ببینه که بنده ما واقعا چی است. دیگه از خوبی های اسماء صفات چی است؟ معرفت حقیقی الله است. تا وقتی که اسماء و صفات نشناختی تو الله را درست شناخته نمیتونی. هر قدر که ادعا بکنی که ما الله را میشناسم، و ما قدر الله حقا، الله را حقیقتا نشناخته. در قرآن چرا میگه سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک است ربک پروردگار تو، رب العزت پروردگار با عظمت، اما یصفون از آنچه که دیگرها در باری از او را توصیف میکنن. باز میگه و سلام علی المرسلین. این مفسرین کرام میگن چرا میگن و سلام علی المرسلین؟ میگه به خاطر ازی و سلام علی المرسلین میگن که مرسلین که هستن عظمت الله را خوب میفهمن، نامهای الله را اما قسم که خود الله برشان وحی کرده او را میگن، اما دیگرها امیر نمیتونن کردن. و سلام علی المرسلین. پس نامهای چیز دیگه معرفت اسماء الله که است یک تجارت است. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. مخلوق با خالق خود در داد و گرفت است، الله با مخلوق خود. پس از این خاطر الله میگه فذکرونی اذکرکم. شما مرا در وقتی که قدرت دارین، جوان هستی، توانایی داری، استعداد داری، عقلت خوب عقل است، فکرت خوب فکر است، اندیشیت بسیار خوب است، قوی استدلال بسیار خوب داری، فصاحت بسیار خوب داری، بلاغت بسیار خوب داری، او وقت مرا به یادت داشته باش، فراموش نکن. او وقت نشه که خودت صفات الله را برای خود چیز کنی، غرور و تکبری گپا، الله را فراموش کن. اگر او وقت مرا به یاد کردی، باز الله میگه اذکر کن، باز من شما را در بین ملائکه یاد میکنم. سعی کنید بنده های مرا، ملائکه که شما میگفتین که اگر یا اینا را خلق کنی، اینا باز چی میکنن؟ خون میریزانن، اینا باز جنایت میکنن، اینا باز مثلا نافرمانی میکنن. ببین که یا تسبیح میکنن و سبح بحمدک، نفس هم دارن، خواهشات هم دارن، استعمار هم است، برنامه‌های خطرناک هم است. و رسول الله صلی الله علیه و در آخر زمان که است، نه یک مسلمان ها مثل از است که از هر طرف دستها مثل ظرف است، غذا میخوره، دستای کلهی اینجا. در کله یک جوان شما سلمانی میرینه 12 مملکت کار میکنن. همین تصویرها رو سیل کنین، از 12 مملکت است. بازه تا مسلمان برات میگه سر تا فرانسوی جور کنم، ایتالوی جور کنم، چکسلواکی جور کنم، امریکایی جور کنم، فوجی جور کنم، یه جور کنم. یعنی حتی در مسلمانی هم 12 مملکت در کله انسان چی میکنه؟ کار میکنه. و 700 چینر ستلایت در مغز انسان کار میکنه. از این خاطر در آخر زمان میگه رسول الله صلی الله علیه و میگه که بسیار ایمان دیر کردن سخت است. یصبح المرء مؤمنا. یک نفر صبح نماز میخوانه، در صف اول مسجد قرار داره، و یمسی کافر، شام کافر میشه. یمسی مؤمنا، شام در پالیت از مسلمان است. دیروز هم راید بود، دیروز با دین بود، امروز ضد دین است.
دیروز موحد بود، امروز سیکولر است. از این خاطر بسیار وقت سعی کنید که نگاه کردن دین در این شرایط چی میتونه نجات بده؟ وقتی که الله را به حق معرفتش بشناسی و امی اسماء الله الحسنا که هستن. پس این اسماء الله که هست، این تجارت است. یک فایده از این چی است؟ آرامش نفس است، آرامش قلب است، اطمینان است. هر قدر در سایکولوژی اسلامی میگن، خواه یک علم است به نام چیز میخوانیم به نام اسلامیک سایکولوژی. این طرز یک دو تا چیز تصمیم میکنن تو یک دو تا ستون. پس میگه 10 50 100 10 50 100. این طرف میگه که ایمان و این طرفش آرامش. اگر ایمانت 10 بود آرامشت 10% است. اگر ایمانت 50% بود آرامشت 50% است. اگر ایمانت 100% بود آرامشت 50% 100% است. به این شکل است. از این خاطر بعضی اوقات وقتی که انسان الله را میشناسه، یا الله فلان نفر که چی موتری داره، $1,00,000 موترش قیمت داره و آمده می سرک روان هستم پای پیاده، خاک از یام دریم گرد، خاک اسمالا میگم تو باشیم گردار پاکنم. یک دفعه از زبانت یک دعا میبرای میگه یا الله شکر است که این بایسکلک کونه 16 صدی روان هستم و این موتر $1,00,000 که حرام است روز آخرت در مقابل از این مؤاخذه میشه، شکر که ندارم. اینمی دعای تو تابلیت است برای آرامش روانت. روح و روانت آرام می باشه، دیگه احساس ناراحتی نمیکنی. مردم ها را میبینی که 20 قسم غذا میخورن و تو پیسه دمی هتل کچالو هم خوردن نمیتونی. الحمدلله یا رب، شکر که گشنه هستم، شکر که در خانیم دال پخته کردیم، شکر که پیتی پخته کردیم، شکر که کچالو پخته کردیم، شکر که 20 قسم کباب حرام نیست. فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. پس وقتی که الله را شناختی، قلبت با الله بود، این بر انسان چی میده؟ سکون، آرامش. هیچ وقت از داشتن مال مردم احساس خستگی نمیکنی. خصوصا در کشور ما و شما کمی موترهای $1,00,000 و خانه‌های مثلا $5,00,000 و غذاهای دلاری به حلال خوردن از این. اگر کسی که از پدر برش مانده باشه و از پدر کلان زمیندار باشه و باغدار باشه و تجار بسیار کلان باشه، اما با مسلمان و آدمایی که پدرم کل میراث خدا پیش از رفتن خود کل شعب کرده و از دیگه چیز برای ما دیگه والا مشکل است، والله مشکل است. لکن تابلیت آرامش سایکولوژی چی است؟ امی هست که الله را که بشناسی، الله برای تو این نعمت خدا نصیب میکنه. وقتی که الله را با نامش شناختی، الله یک نعمت میده که نعمت یک دانشمند امریکایی است به نام چیز جوزف ادوارد استس، حال به نام شیخ استس است، شیخ یوسف استس. اول جوزف ادوارد استس بود، حال به نام شیخ یوسف استس است. در بعضی از برنامه‌های ذاکر نایک هم چیزش میگریش کلان داره. این وقتی که پرسانشون گفتن که تو چطور مسلمان شدی؟ گفت من مسلمانی شدم که یک مسلمان دیدم. خب قصهش طویل سوره باز کدام وقت خواستین براتون میگم. گفت من مسلمان خانه خود بردم به خاطر ذکر نصرانی بسازم. گفت این منزل پایین خانه ما، گفت یگان وقت میامدم ساعت 10 بجه 11 بجه شب، خصوصا یگان وقت 2 بجه شب این مسلمان هم متد الله اکبر در مقابل الله استاده هست. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. میگه من با $5,000,000 آرامش ندارم. در بستر خواب میکنم اگه صبح یک اکسیدنت شود $5,000,000 چطور میشه؟ اگر دوز ببره چطور میشه؟ مالم چطور میشه؟ خانه‌ام چطور میشه؟ اگه بمرم چطور میشه؟ میگی بیچاره هیچ خبر مثل ما و عایدات نداره و پیسه نداره. میگی چی است؟ میگه استاد من با $5,000,000 آرامش پیدا کردن ندانستم. این چطور قدر آرام است؟ قرار استاد از در مقابل کت پروردگار خود گپ میزنه. میگه اینمی سبب شد که من باید در ایمان خود تجدید نظر بکنم که ایمانی که من دارم، عقیده که به نصرانیت دارم، این نتانسته مرا چی بده؟ آرامش بده.
و بالاخره وقتی که شخص میگه من دیدم که واقعا میشناسه یک ذاتی هست، رحمان، رحیم، غفور، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. باتی یک ذاتی و تو یک آرامش برای داده شده است. پس معرفت الله متعال چی است؟ هفتمین خوبی ازی چی است که وقتی الله را شناختیم نجات از خطاها هست. چرا میخوایم الله را بشناسیم؟ وقتی میفهمی که الله الرقیب صفت الله هست، الرقیب ذاتی که داره مراقبت میکنه، کلگی میگه الرقیب است. شاید کسی بگه استاد شما اومدین یک درس شروع کردین، این نام‌ها رو ما هر روز میخوانیم، والله اینا ما یاد داریم، خواندیم، حفظم داریم. این نام باید عملا در زندگی تو یک بسیار استاد بزرگ پروفسور بود که در کل پانتون استاد کل پانتونا بود. از یک شاگرد رفت پیشش برش گفت که استاد برای من یک نصیحت کوتاه بکن، زیاد نکن زیاد گپ بدم، یک نصیحت که کوتاه، یک جمله‌ای. گفت بچه نامهای الله رو یاد بگی و مطابق همین نامهای الله زندگی کن، تو یک مسلمان واقعی میشی. اگر بفهمی که الله ذات رقیب است و ما را مراقبت میکنه و در مقابل هر لفظ من اینجا نوشته میشه، هر سخنی که من بگم گفته میشه، پس اینجا هست که میگه در داخل قلب تو 1000 سیکوریتی کامره، 1000. شما در یک اتاق هستین، در یک دفتر هستین، نفست میخواه که یک گناه بکنی، وسایل گناه هم است، اما کس برات میگه که در اتاق ها کلش سیکوریتی کامره داره. در پشت سر تا میگه سیکوریتی کامره سو طرف هم کامپیوترت هست، اینترنت هم خوب هم تیز است، چند جی بی. الله امی سایتک امی فیلمه سیکوریتی کامره، سیکوریتی کامره. رئیس مرا منفعل میکنه، تمام امکانات پیشت است اما گناه کردن نمیتونی. چرا که یک مخلوق در داخل اتاق تو چی رو نصب کردن؟ کمره سیکوریتی رو که داره مراقبت میکنه. اگر این نام الله در قلب تو جای گرفت که الله الرقیب هست، باز اینجا یک کمره برای تو در قلبت 1000 کمره هست که در جاهای بسیار خرد باشین. یک چوپان از بین صحرا الله را میشناسه، چند نفر جوانا تیر میشن، برش میگه که چوپان ها چقدر غریب استی، کالایت هستی که چقدر کونه است، که کالای ما چقدر لکس است، پیسه نداری، که ما چه خوب همه چیز داریم، خوراک نداری، که خوراکت یک گوسفند برای ما بفروش. اون گوسفند از من نیست. از کی است؟ میگه من مزدور هستم، گوسفندا بازار بر من نداره، کو میچرانم. میگه یک شب بکش، پیسه رو بگی، خوب برد کالا و ترالکس بخر، صاحبش بگو که گرگ بردشه، گم شد. صاحبش خطر نمیبینه. برش میگه او جوانه، اگر صاحب گوسفند نمیبینه، این صاحب حقیقی گوسفندا، صاحب ما و تو او خماره میبینه در اینجا. برازو باز چی بگویم؟ پس وقتی که انسان نامای الله را با مو شکلی که باید بفهمه، اگر بفهمه، باز حتی جرأت گناه از پیش انسان گرفته میشه در حالات بسیار دقیق و مخفی. یک استاد همی قسم درس داده بود، یک روز شاگردای خود چند نفری کلیگش گفتن خب ما ماشاءالله. گفت چطور است؟ الرقیب الله را گفت ما فهمیدیم. گفت بسیار کل صفات الله را. گفت امی عقیده رو درس چه خواندیم؟ گفت درس ها بسیار زیاد خواندیم. کلتون؟ گفت کل ما اول راه هستیم. خب گفت یک امتحانه که آخری میگیریم باز رخصت تان میکنم. چی امتحان میگیره استاد دیگه؟ خب کل ما اون برتان از نگاه تحریری و تقریری امتحان دادیم. گفت نه، تحریری هم امتحان دادین، تقریری هم دادین، یک امتحانه که عملی، ببینیم که چطور است. خب این عملی چی از بیار؟ یک 5 تا مرغ آوردیم میره ببرین در 5 جای شما ذبح کنین، هر کدام تا هر طرف که هیچ کس شما رو نبینه. این شاگردای فی چیز مرغ ذبح کردن چیز. یک شب دو زیر خانه در آمد، الله اکبر، مرغ کشت. دو دیگه شب در پشت یک
با خدا انداخت دید کی طرف هیچ کس نمیشه دیگه پس کامل چی که دیگر کنم صاحبین آفرین بشین. اما یکی از یا که الله را حقیقتا شناخته بود مرغ زنده آورد. تو چرا تنبل هستی؟ یک مرغ کشته نتونستی. رفیقای دیگه سرش خنده میکنن سعی کن بیچاره را اینطور سعی کن این بی غیرت نتونستید. میگه صاحب هر جایی که رفتم استاد هر جایی که رفتم تو جایی را نیفتم که کسی مرا نبینه. الله مرا میبینه. من نتونستم جرأت کرده که امی مرغ بکشم. شاید یکی از شما سوال بکنه بگه خب امی اسماء الله الحسنا را یاد گرفتنش ای چی حکم داره؟ فرضش واجب است سنت است چی هست؟ ما و شما بعضی از فرضها بر ما زیاد گفته شده. مثلا امیال ماه مبارک رمضان در شرف آمدن است. چون علما در ماه مبارک رمضان و یک ماه پیش از رمضان و یک ماه بعد از رمضان و در تفاسیر همیشه از چی گپ میزنن؟ رمضان فرض است، رمضان فضیلت داره، در 30 روز رمضان. پس کلگی میگه روزه بگیریم آمادگی امیال داریم. فرض است، فرض است. طفل خوردم که پرسان کنیم میگه روزه فرض است. اما این فرض دیگه که الله میگه فعلم انه لا اله الا الله، علم داشته باش دانستن لا اله الا الله چی است؟ فرض عین است، فرض اعتقادی. اما دی مردم چی هستن؟ دی بسیار کم است. اگر ما شما میشه یک موضوع فلسفی رو بحث بکنیم بگیم که امروز استاد دایی آمده سر فلسفه گپ میزنه شاید مزیت جای نباشه. اما بگیم که یکی از نامه های الله رو تشریح میکنیم باز یکی میگه تلفن آمدم تلفن گرفتم برای دیگه حالا یک خوب بانگه که تو پیداش نه بعد اگه تو کسی اگر مجلس ممکن میگیره با متولد دارم واسه که موبایل خود جیب خود میگیرم و سوال میکنه که برای زنگ آمد بازم تو رفت دیگه تو زنگ میگه که این در چیز میرسه. به خاطر از چی هستن؟ به خاطر از اینکه تا حال ما امی امر الله را که الله میگه مرا بشناسین معبود حقیقی تا نبشناسین. فعلم اعلم فعل چی است؟ فعل امر است. ولی در قسمت است از این خاطر علما میگن که این چی است؟ فعلم این التوحید دو قسم است. یکی توحید معرفت و اثبات است که اینجا ربوبیت اسما و صفات الله را بیان میکنه. الله الذي خلق 7 سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بینهن لتعلموا. ببینید الله وقتی که افعال خدا و صفات خدا بیان میکنه به خاطر چی؟ سعی کنین الله الذي خلق 7 سماوات، الله ذات است که خلق کرده 7 آسمان را و من الارض مثلهن و مثل از زمین را یتنزل الامر بینهن که اوامر الله در بین ازیا آمده میره لتعلموا تا که شما بدانین که ان الله علی کل شیء قدیر. الله کل چیز بیان میکنه به خاطر چی؟ به خاطر که قدرت الله را بفهمی که ان الله علی کل شیء قدیر و ان الله قد احاط بكل شیء علما. تو عقیده بکنی که الله عالم الغیب است و علمش محیط است و الله قدیر است، قدرتمند است. در دیگهش چی است؟ دوم توحید اراده و طلب است که توحید عبادت و اطاعت است. الله میگه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. این دو بخش توحید داره. الله را بشناسی و باز عبادت از او بکنی. از این خاطر کسایی که الله را درست نمیشناسن باز درست عبادت هم کردن نمیتونن. ما چرا غلط نماز میخوانیم؟ الله را نشناختیم. در مقابل کی ایستاده هستیم؟ اگر یک نفر بفهمه ما در مقابل یک ذات با عظمت بزرگ الله اکبر، شما بعضی اوقات بعضی کسا رو ببینید که هزارها مرتبه گفته الله اکبر لکن همین لفظ از زبانش در قلبش انتقال نکرده که وقتی میگه الله اکبر عظمت الله را در قلب خود جای. باز اگر این قسم شما 2 رکعت نماز بخوانین کمی عظمت الله را در قلبتان جای بدین، باز 2 رکعت نماز در 20 دقیقه میخوانی الله اکبر سبحانك اللهم که الله گپ میزنی سبحانك اللهم. ما شما چرا سبحانك اللهم در یک
در 2 ثانیه میخوین سبحانك اللهم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک و لا اله غیرک. همین اکثر پالیو کسی بیش نمیره میگه. اما شما یک دفعه سبحانك اللهم را با معرفت بخونین. سبحان الله رب الله اکبر. وقتی که الله اکبر شد سبحانك اللهم یا الله پاکی است را و به حمدک و ذات با عظمتی که تو کبریا و بزرگی داری حمد و ثنا و صفت خاص و تبارک اسمک و نام تو بسیار با برکت است و تعالی جدک و مقام تو بسیار عالی است و لا اله غیرک. ببین وقتی شناختی شما باور بکنین وقتی که همین نامهای الله رو بشناسین باز ببینید که در نمازتان چی تغییر میاد، در عبادتتان چی تغییر میاد، در فکرتان چی تغییر میاد، در تواضعتان چی تغییر میاد، در گپی که میزنین چی تغییر میاد، در الفاظتان چی تغییر میاد، در شخصیتتان چی تغییر میاد، در عبادتتان چی تغییر میاد. در کل از باز انسان یک تغییر خاص را احساس میکنه، ولی کل از به اساس یک محبت است. یک محبتی که به همراه از او سه چیز یک جای میشه: محبت، خوف و رجا. یک قلب آگنده از محبت و خوف از عدالت الهی و امید به رحمت الله. باز انسان حقیقتا الله را عبادت میکنه و خالق خدا میشناسه. از این خاطر آیات زیاد است در قرآن عظیم شان. ببینید که ما فراموش کردیم. سکین در یک آیت قرآن الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ در این آیت الله سبحانه و تعالی میگه در سوره مائده آیت 34 فعلمو، بدانین، علم حاصل کو، فعلمو ان الله غفور رحیم. علم حاصل کو، بفهم که الله غفور است و رحیم است. باید غفور بشناسی، صفت رحمت رحیم الله را باید بشناسی. در آیت دیگر میگه که واعلموا ان الله بكل شيء علیم. سکو واعلموا سوره بقره آیت 221. در آیت دیگر میگه فاعلموا ان الله عزیز حکیم. در آیت دیگر میگه که واعلموا ان الله شدید العقاب و ان الله غفور رحیم. باز دیگه آیت دیگه میگه و ان تولوا، اگر اینا رو گشتاندن، فعلموا، پس بدانین، ان الله مولاکم، که الله دوست شماست، نعم المولا و نعم النصیر. و در آیت دیگه میگه که فإن لم یستجیبوا لکم، اگر اونا بر شما اجابت نکردن، فعلموا، پس بدانین که انما انزل بعلم الله. ببینید کلش الله چی میکنه؟ بر ما و شما امر میکنه که بشناسین الله را، نامهای الله را بشناسین، صفات الله را بشناسین، وحدانیت الله را بشناسین. وقت بتین برازی، حلقات درستان برازی بگیرین، نامهای الله را بشناسین، وقت برش بتین. و الله در روز قیامت از ما و شما پرسان میکنه که بنده و کل چیز وقت دادی، خب کردی، من نمیم وقت نتی، تو تعصب نمیکنیم، چرا کامپیوتر خواندی؟ خب کردی کامپیوتر خواندی، طب خواندی، خب کردی خواندی، کورس دریوری کردی خواندی، خب کردی خواندی، فلسفه خواندی، خب کردی خواندی، علوم مختلف خواندی، خب کردی خواندی، لکن علمی که الله را بر تو معرفی کنه، برای چی وقت دادی؟ بر کلش وقت دادی. آیا الله سر تو حق نداشت که تو هم برای 1% وقتت به خاطر شناخت الله صرف میکردی و پیش خود فکر میکردی که وقتی الله عزیز میگه و حکیم میگه و یک کسی تو را بخیز استاد بکنه بگه امید صفت عزیز الله را من حیث مسلمان بسیار روشن فکر خوب فهمیده هستی، تو بخی امید 5 دقیقه 10 دقیقه درباره صفت عزیز الله برای ما گپ بزن. والله سه دوباره از گپ زدم. در یک سنف ما رفتم و ما قدر الله حق قدره را گفتم. این چی معنی ما گفتم؟ حق الله را به اون شکلی که باید ما شما قدر بکنیم قدر نکردیم. چطور نکردیم استاد؟ گفتم بسیار خوب است. بیاین یک سوال میکنیم. نام یک 10 نفر از شخصیت ها را نوشته کردیم. فلانی شخصیت کی میتونه دربارش گپ بزنه؟ گفت صاحب من 2 ساعت میتونم درباره این شخصیت گپ بزنم. نوشته کن نامشه. این گفت 2 ساعت. درباره فلانی شخص چند ساعت میتونی؟ 4 ساعت گپ زدن میتونم. در فلانی شخص دیگه درباره هر شخصیتی که گرفتیم درباره هر کس میتونه گپ بزنه. خب گفتم درباره انسان ها چقدر معلومات دارین؟ عالمی نفر که 4 ساعت درباره یک شخص گپ میزنه. من گفتم درباره صفت عزیز الله چند دقیقه گپ زدن میتونی؟ گفت والا صاحب 1/2 دقیقه هم گپ زدن نمیتونم. درباره صفت الملک، والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس، بفرمایید شما درباره قدوس. والا صاحب مخمانه شتاب القدوس نمیفهمم.
المؤمن شما نمیفهم، المهیمن نمیفهم. و ما قدر الله حق قدره. اینا حق الله را درست قدر نکردن در علاقات درسی که باید چیز کنن. پس هدف از اسماء الله الحسنا چی است؟ اول که سوال کردیم، بزرگترین هدف معرفت الله است. بزرگترین هدفش چی است؟ الله را بشناسیم. چرا الله را بشناسیم؟ میگه اگه الله را شناختی برش محبت پیدا میکنی، الله را شناختی اطاعتش میکنی، الله را شناختی به حکم از او تسلیم میشی، الله را شناختی شوق ملاقات الله بر تو حاصل میشه، مرگ بر تو آسان میشه. بلال حبشی صحابی جلیل قدر رضی الله عنه وقتی مرگش است خانمش صدا میکنه، میگه وا مصیبتا، وا مصیبتا، مصیبت است، بلال جان کندنش است. و بلال صدا میکنه که لا تقولی وا مصیبتا، همسر عزیز نگو که مصیبت است، بگو وا فرحتا، وا فرحتا، جای خوشحالی است، خوشا به حالم، خوشا به حال بلال. چرا؟ غدا سألقى محمدا و صحبه، به ملاقات الله میرم، به ملاقات رسول الله میرم، به ملاقات صحابه کرام میرم. پس ملاقات الله بر من خوشبختی است. مرگ در حقیقت بر من چی است؟ یک خوشبختی هست. این کسی که الله را شناخت باز شوق به ملاقات الله پیدا میکنه. اگر الله را نشناخت باز این شوق از قلبش دور میشه. وقتی الله را شناختی میخوای که الله از پیشت راضی باشه. حالا ما کل ما سعی تلاش میکنیم خودم راضی باشم، فکرم راضی باشه، آنچه که ما میخوایم. اما انسانی که الله را شناخت باز میگه چی کاری کنم که الله از من راضی باشه؟ در کدام کار رضایت الله هست؟ در کدام کار رضایت الله هست؟ چرا الله را شناخت؟ وقتی که الله را شناختی باز الله را نمیخوای که غضبناک بکنی. بعضی اوقات ما و شما به طرف گناه میبینیم، کسی که الله را شناخت به طرف گناه نمیبینه. ما گناه را میبینیم، این گناه کبیره هست، این گناه صغیره هست. خب خیر است، امی گناه خود صغیره هست، اما ما خود صغیره را کردم. اما کسی که الله را شناخت به طرف کبیره و صغیره بودن گناه نظر نمیکنه، به طرف از این نظر میکنه که من نافرمانی کی را کردیم، من نافرمانی کی را کردیم. وقتی که نافرمانی الله شد صغیره در نظر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه اونا اگر یک اشتباهی اندک میکردن، یک اشتباهی اندک فکر میکردن یک کوهی از گناه نکردیم، یک قدر متاثر میشد. یک وقتی یک صحابی مبارک از دانش خطا خورد، برای بلال حبشی گفت که یک کلمه از زمانش برآمد که یعنی تو سیاپوست هستی. بلال حبشی و رسول الله صلی الله علیه و سلم امیگه برساند. رسول الله صلی الله علیه و صحابی را گفت که در وجود تو آثار جاهلیت است، هنوزم تکبر، تعصب و قوم پرستی جاهلیت از قلب تو پاک نشده، در تو گفت آثار جاهلیت است. این صحابی میگه چون الله را مشناخت و غضب الله و غضب رسولش و آثار جاهلیت در وجود خود احساس کرد، خاصی آثار از بین ببره. من یک انسان مسلمان آزرده ساختم، من یک مؤمن موحد خفه ساختم، قلب از او آزرده ساختم با یک کلمه زشت. میگه آمد بلال، رفتش بلال گفت بلال السلام علیکم و رحمت الله. بلال گفت من خواستم معذرت میخوایم. خب بلالی قسم نمیشه، خدا در زمین انداخت گفت بلال قدمت، همین قدم سیاهی تا در پیش لمی کومی ببان، لغتش کن تا که آثار جاهلیت از قلب ما پاک شود، که دیگه ما به نام سیاه پوست و سفید پوست و فلانی یک مسلمان را یک حرفی از دانم خارج نشه که از پیش من اذیت شد. معرفت الله بس گناه بسیار کوچک بر انسان بسیار. منافق و کسی که الله را نمیشناسه به اندازه کوه گناه میکنه و برش چی معلوم میشه؟ به اندازه یک سر سوزن. پس میگه چی است؟ این چی است؟ گویند خوردن می حرام است، آن چیز که در این شهر حلال است کدام است؟
او برادر بر پدر یک پیک شراب نالد که ما خوردیم، مردم بوتل خورده. بر پدر یک زنا نالد، مردم 200 دفعه. اینه بس ایرش چون الله را نمیشناسه. و پس وقتی که الله را شناختیم، پس میگه تمام پیغمبرا آمدن که 3 کار بکنن، 3 کار اساسی. اولش معرفت الله، که باز معرفت الله انسان چی میکنه؟ راه رسیدن به الله را بر انسان نشان میده. معرفت الله، راه رسیدن به الله، و بالاخره دانستن نتیجه امی معرفت است که رضایت و جنت الله است. الله متعال بر همه ما و شما توفیق نصیب بکنه که الله را بشناسیم و در درس‌های معرفت الله. والله ما باور بکنین امی درس‌ها را وقتی که خودم میخوانم و توی قسم خودم فراموش میکنم. بسیاری وقتات آدم غرق میشه، احیان بعضی جملات از پیش آدم خطا میخوره، بعضی اوقات خود انسان احساس عجیب برش پیدا میشه و میبینید ما شما چقدر در این قسمت تنبلی کردیم. و الله متعال ما شما را توفیق بده که همین 99 نام الله را بسیار عمیق و با اخلاص و به خاطر رضایت الله، به خاطر اینکه الله را خوبتر بشناسیم، برای وقت بتیم و شیطان به قلب ما داخل نشه، به خاطر اینکه و کل ما بنده های الله هستیم، کل ما عاجز هستیم و مرگ کل ما شما را میگیره و در روز قیامت کل ما در مقابل ذات کبریای استاد میشیم و الله میگه لمن الملک الیوم، امروز حاکمیت حقیقی از کی هست؟ مالکیت. حتی پیغمبران میگه خاموش میباشن، پادشاه ها و کسا کلش میگه ذلیل هستن، هیچ کس جرأت جواب گفتن نه. باز الله میگه لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. پس کاری بکنیم که در اون روز در مقابل خالق متعال با عزت و با ایمان قوی و با شناخت حقیقی در مقابلش استاد شویم و الله شما راضی باشه. الله متعال رضایتش نصیب ما شما بگردانه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.